اینکه رئیس محترم فعلی شورای دادگستری ایالت سند و رئیس جدید شورای دادگستری ایالت سند با هم تشریف آوردن، وکلای دادگستری دولتی و غیر دولتی، این یک پیام داره. پیامش اینه که مردم پاکستان، وکلای پاکستان، خواص و افراد مهم پاکستان به اهمیت قضیه پی بردن و صحبت‌هایی که شد انصافاً مطالب بسیار ارزشمندی شد. همه دغدغه‌شون این بود که چگونه ما اسرائیل رو پایین بکشیم و این بسیار ارزشمند بود. आवाज साहब कह रहे मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप जैसे इलाइट और कानूनदान यहाँ तशरीफ़ ले आए, बहुत उम्दा गुफ्तगू की और मेरा तवक्को इतना नहीं था, अगरचे बहुत मुख्तसर अरसे में हमने इस कॉन्फ्रेंस को